درآمد مصطفی؟ حقوق ثابت مای 10 با اضافه کار و انعام تقریبا تا 13 اینا بره. خیلی عالی. آنا؟ جون نه درآمدت. 20 کی. نه در مورد فالوورتون نگفتم. درآمد. خب منم همونو گفتم دیگه. 20,000 تا 20,000 چی؟ دلار. دلار. یا بریم سراغ ماشین. آنا؟ من چون فوبیای درایو دارم و راننده دارم یه CD20 جمع و جور گرفتم. و مصطفی؟ مو انگار یک پراید بانت ثبت نام کرده ایم که احتمالاً تا دی مادگاه بهم تحویل میتونه اگه باز فیلم و سیانس به در نگنه. یعنی الان چیزی نداری؟ نه الان هیچی. اوکی. بریم سراغ غذا. آنا؟ من فیوریتم غذای دریاییه و مثل؟ لبستر یا گاهن سوشی. یوک کمش کدگاه تو همین نبی یک ماه پیش همه کار باش بری 40 تومن داشتی چنم زهیم گفتی خوشمونم جاروم ازنم چایم مرزوم. What the fuck؟ من اصلا اون موقع ایران نبودم. اون موقع ایران نبی پس کی بی کف پوشاشت کار باش ما جا مونده یک هفته از هیدری زنگ بزنی کف پوشم گم نده کف پوشم متوجه نمیشم. شماره همین خانم کف پوش سیریش سیف کرده نگاه یه ذره نگاه کف پوش سیریش الان زنگ بزن ببین گوشیش زنگ مخره یا نه. حالا اگه زنگ بخوره من یه مزاحم تلفنی دارم. ازری نمره چه خاط نمیدی؟